سلام شنوندگان عزیز، روز رو برایتان بخیر میگیم. امروز 12 ایون 2020 سال است و نشر این ساعته برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را با مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان مستقیما روی موج رادیو موجر منظورتان میگردانیم. سفارت اتحادیه اروپا در تاجیکستان یکجایه با یونیسف در تاجیکستان مرحله اول تقسیم 24 از 7 تن کمک بشردوستانه را به انجام رسانیدند. در این باره به رسانه‌ها از دفتر مطبوعات نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان خبر دادند. 153 بیمارستان و مؤسسه‌های طبی تاجیکستان تجهیزات محافظتی شخصی از جمله ترمومترها، لباس‌های محافظتی طبی و نقاب‌های محافظتی دریافت کردند. رویخط بیمارخانه‌ها از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی معین و پیشنهاد کرده شده با نظر داشت احتیاجات تعجیلی موادهای موجوده به بیمارخانه‌های مذکور تقسیم کرده شد. آمده است در خبر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان. علاوه کرده می شود که مال‌های ضروری طبی طبق رویخط ضمیمه شده از جانب جمعیت هلال احمر تاجیکستان مستقیما به بیمارستان‌ها رسانده شده است. تجهیزات و موادهای علاوه‌ای طبی که از جانب آژانسی شویتزاریا اوید بر رشد همکاری پیشنهاد شده‌اند، همزمان در روحیه تحکیم شریکی برای دستگیری حکومت تاجیکستان در مبارزه علیه پاندمی کووید 19 تقسیم کرده شده‌اند. آورده شده است در خبر. با رویخط مال‌های طبی تقسیم شده خلعت‌های محافظتی روی پوش، عینک‌های محافظتی برای طبیبان، سپر محافظتی، حرارت سنج‌ها، نقاب‌های طبی داخل می‌شوند. در مجموع 138,152 عدد تجهیزات‌های محافظت شخصی و دیگر لوازمات در بین 153 بیمارخانه‌های جمهوری تاجیکستان تقسیم کرده شده‌اند. این تنها مرحله اول کمک بشردوستانه می باشد که در دایره سهم اتحادیه اروپا اوید واکنش به حالت فوق‌العاده پیدایش کووید 19 در تاجیکستان رسانیده می شود. خبرها را از تاجیکستان ادامه می دهیم. سود عالی تاجیکستان بررسی پرونده حمله به دیدبانگاه سرحدی رقم 4 اشقاباد قسم نظامی اکریت سرحدی سلطان آباد در سرحد تاجیکستان و ازبکستان را به انجام رسانید. خاطررسان میکنیم که به همین دیدبانگاه سرحدی ماه نوامبر سال 2019 گروه مسلح تروریستی حمله انجام داده بود. سود عالی تاجیکستان حملگران گذرگاه سرحدی اشقاباد را محکوم به زندان کرد. آنها به مهلت‌های گوناگون محرومیت از آزادی محکوم شدند. این همه معلومات است که ما با وسایل اخبار عامه پیشنهاد کرده می توانیم. خبر می‌دهد از پلاس از قول مسئولان خدمات مطبوعات سود عالی تاجیکستان. باید تذکر داد که 3 فوریه سال روان در نشست مطبوعاتی رئیس سود عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان گفت که سود عالی پرونده جنایی را علیه 9 نفر پس از حمله به دیدبانگاه مرزی اشقاباد بررسی می‌کند. یادآور می‌شویم که صبح بر وقت 6 نوامبر سال 2019 ساعت 3:23 دقیقه گروه مسلح افراطگرا با استفاده سلاح آتشفشان به دیدبانگاه سرحدی رقم 4 اشقاباد قسم نظامی اکریت سرحدی سلطان آباد در سرحد تاجیکستان و ازبکستان حمله کردند. در جریان حمله زد و خورد با نظامیان به وقوع آمد. به مقامات امنیتی تاجیکستان میسر گشت که 5 حملگر را بازداشت کنند. همچنین 15 عضو گروه جنایت پیشه در جریان زد و خوردها نیست کرده شد. شما مهمترین تحولات این ساعته تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو موجر میشنوید و از دوشنبه به مسکو برمیگردیم. سود ناحیه پرسننسکی شهر مسکو سمرالدین رجبوف را برای 18 روز به حبس مأموری روانه نمود. دادگاه سمرالدین رجبوف را برای صادر نمودن حقوق ویرانکنی مأموری مطابق بند 8 ماده 20.2 کودکس مأموری گناهکار دانست و او را به 18 روز حبس مأموری محکوم کرد. دادگاه معین کرده است که سند حقوق ویرانکنی مأموری در نسبت سمرالدین رجبوف پس از اشتراک او در اعتراضهای هماهنگ نشده در مسکو 5 ایون تهیه شده است. سمرالدین رجبوف باشد روز 9 ایون بازداشت شد. سود او را در ویران کردن تکراری ترتیب برگزاری چهاربینی‌های عمومی گناهکار دانست. یادآور می‌شویم که سمرالدین رجبوف روز 27 ایول سال 2019 عضو تظاهرات اعتراضی بود. مقامات حفظ حقوق او را بازداشت و به تهدید خشونت علیه کارمندان پلیس ابلاغ کردند.
با گفته مفتشان سمرالدین رجب ظرف شیشگین آب نوشابه را آن زمان به سمت کارمندان پلیس پرتافت. گرچند که شیشه به کسی ضربه نرساند، اما 3 کارمند پلیس همچون جبر دیده اعتراف کرده شده بودند. بعد از این دادگاه سمرالدین رجب را گناهکار دانسته 100,000 روبل جریمه بست. با نظر داشته وقت بازداشت و وضع مالیوی، دادگاه سمرالدین رجب را به جزا از بازداشت رها نموده بود. اکنون این دفعه مقامات سمرالدین رجب را در شرکت تکراری اعتراضهای ناموافقه شده برای ترتیب برگزاری چهاربین‌های عمومی از روی طلبات قسم 8 ماده 20.2 کدکس حقوق بیرونکنی ماموری فدراسیون روسیه گمانبر دانستند که دادگاه نیز عیب را در نسبت به او تصدیق نموده سمرالدین رجب را به 18 روز حبس ماموری روانه نمود. ده نظامی قرغیزستان که میبایست برای شرکت در گشت نظامی به شرف غلبه در جنگ بزرگ وطنی به مسکو میرفتند، در میان یکی از آنها ویروس کووید 19 آشکار شد. خبر میدهد آژانس فرغانه همه آنهایی که با سرباز سرایت شده تماس داشتند از تشخیص گذرانیده شدند. با سبب‌های امنیت اپیدمیولوژی سربازان آماده بوده احتیاطی قوه‌های مسلح قرغیزستان به مسکو فرستاده می‌شوند. در مجموع در قرغیزستان تا امروز 2166 حالت سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شده است که 1668 نفرشان شفا یافتند. تاکنون مرگ 26 نفر بیماران گرفتار به کرونا ویروس در قرغیزستان به قید گرفته شده است. دهم ایون سال روان سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پسکوف گفت که همه کشورهای آسیای مرکزی اشتراک خود را در پرادی که روز 24 ایون سال روان در مسکو تعیین شده است تصدیق کردند. اشتراک نظامیان جمهوری‌های مولداوا، سربیا، خرواتیا، ابخازیا، اسیای جنوبی نیز تصدیق خود را یافته است. در این زمان نظامیان تاجیک برای شرکت در گشت نظامی میدان سرخ مسکو توسط هواپیمایی حربی وزارت دفاع روسیه به مسکو رسانیده شدند. پگاه 13 ایون سربازان و افسران با آمادگی به گشت نظامی عید غلبه که 24 ایون در میدان سرخ مسکو برگزار می شود شروع می کنند. طبق قبلا خبر داده شده بود در آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با دعوت پرزیدنت روسیه اشتراک خواهد کرد. آمادگی به پرد با استفاده از واسطه‌های محافظت انفرادی، دستپوش‌ها و نقاب‌ها صورت می‌گیرد. شرکت نظامیان تاجیک را در گشت نظامی این ساله در مسکو پلکونیک قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان فیض محمد حفیظ‌زاده رهبری می‌کند. و از مسکو به امریکا می رویم. یک خبر دیگر نیز هست. گنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک گنرالی قشون‌های فرماندهی امریکا حضور خود را درباره پرزیدنت ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ پس از پراکنده کردن یک نمایش آسایشته در نزد کاخ سفید و در واشنگتن خطا نامید. عکسی که در آن گنرال مارک میلی با همراهی پرزیدنت و اطرافیان آن دیده می شود روز 1 ایون در نزد کلیسای سنت جان در واشنگتن گرفته شده است. چند پیش از آن که ترامپ به آنجا رسید، کارمندان پلیس و سربازان گارد میلی یک نمایش آرامانه علیه زورآوری پلیس در ایالات متحده آمریکا را پراکنده کرد. من نباید در آنجا می بودم، گفته است گنرال مارک میلی. در سخنرانی خود گنرال مارک میلی کشتار را در مینیاپولیس به یاد آورده مرگ شهروند افریقای تبار آمریکا جورج فلاید را که بعد دستگیر شدنش از جانب پلیس به هلاکت رسید و این باعث آغاز تظاهرات در سرتاسر آمریکا گردید تحقیرآمیز خواند. اعتراضها به گفته مارک میلی نشان مناسبت 100 سالگی به عدالتانه نسبت آمریکایی‌های افریقای تبار است. جورج فلاید 46 ساله هنگام بازداشت پلیس در مینیاپولیس روز 25 می کشته شد. پس از آن اعتراضهای 3 روزه در مینیاپولیس آغاز یافتند که آن به تظاهرات تبدیل گشت. تظاهر کنندگان به محل آتش گشودند که ماموران پلیس آنجا جورج فلاید را دستگیر نموده بودند. بعد این اعتراضهای تظاهرات سرتاسری را در زیاده از 180 شهرهای بزرگ آمریکا کسب کرد. در نتیجه اعتراضهای بیش از 2 هفته ده‌ها مغازه‌ها دزدیده شده، بناهای ماموری و نقلیات‌های پلیس به کام آتش رفتند. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. سلامت باشید.